فقلنا یا رسول الله، کسی از ما بهترم شما میشناسید؟ اول که خب به تو ایمان آوردیم، اسلام رو اختیار کردیم، بعدم که جنگ و این حرفا بود با تو آمدیم جنگ هم کردیم دیگه، بهتر از این چی میشه؟ از ما کسی بهتر شما سراغ دارید؟ اون کسانی که ایمان به من میارن در حالی که من رو ندیدند، اینا از شما افضل. اون کسانی که اون وجود نورانی رو ندیدن در این حال به او ایمان آوردن، اینا معلومه که از شما افضلن. اون جوان مؤمن مخلصی که از همه لذات زندگی، از همه آرزوهای جوانی، از زندگی راحت، از پدر و مادر، از همسر، از فرزند چشم میپوشه میره در راه خدا جهاد، حالا یا در جبهه‌های دفاع مقدس مثل اون دوران ها، یا در جبهه دفاع از حرم مثل زمان ما، یا دفاع از امنیت، فرق نمیکنه. اینها بالاترن از اون.